سلام و درود دوستانی که در جلسه حضور دارن. البته من میگم دیوان چون بلوچیه. و سلام و درود. مهمان امشب ما جناب یوسف کر هستن از ترکمن‌های ایران، ترکمنستان و ترکمن صحرا. البته صحرا نیست اونجا ولی میگن صحرا. یوسف فارغ التحصیل در سال 1353 هست، یعنی در زمان رژیم سابق هست. در رشته آبیاری و حاصلخیزی فارغ التحصیل شده. مبارزات سیاسیش هم در همان دوران دانشجویی شروع کرده و 6 ماه هم در زمان دانشجویی زندان بوده و بعد از که دانشگاهش رو تمام کرد، معمولاً چون بخاطر اینکه زندان بوده فعالیت سیاسی میکرده، استخدامش نکردن توی کارهای دولتی، فقط کارهای خصوصی، شرکت خصوصی کار میکرد. یوسف هماهنگ کننده کنگره ملیت‌های ایران فدرال بوده. معمولاً هماهنگ کننده الان به عهده نوبتی هست، الان به عهده ترکمن‌ها هست. هماهنگ کننده در واقع تو کنگره ملت ایران نقش سخنگو را داره. قبلا ما سخنگو داشتیم، الان هماهنگ کننده داریم، ولی ببینیم چجوری میشه. و از سازمان فرهنگی سیاسی ترکمن صحرا هستن. بحثی که امشب ما داریم نگاهی به چگونگی شکلگیری اوضاع ترکمن‌های ایران هست. یعنی در واقع بحث تاریخی هست، تا حدودی آشنایی پیدا میکنیم در رابطه با مسائل ترکمن‌ها. جناب یوسف، مایک در اختیار شما هست، بفرمایید. خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم به شما و دوستانی که اینجا حضور دارن. بعد خیلی علاقه‌مندم که صحبت ما، یعنی آشنایی که من در رابطه با گذشته ترکمن و ترکمن صحرا باید بدم، خب در واقع تاریخچه باید بیان بکنم و این تاریخچه عواملی که سرنوشت مردم رو اصطلاح ورق میزنه و نقش اصلی ایفا میکنه، بیشتر در مقاطع مختلف تاریخی ویژگی‌های خاص خود داره. من فکر میکنم در رابطه با بسیاری از خلق‌ها یا ملیت‌ها یا ملت‌ها یا گروه‌های اتنیکی، هرچی میخوام اسمش بذاریم، در مقطع استعمار کهن، استعمار نو، بعد از شکلگیری اردوگاه سوسیالیستی، اصطلاح امپریالیسم، مجموعه اصطلاح قدرت‌ها و دولت‌های توانمندی که در سطح دنیا تحت عنوان ابرقدرت‌ها نقش ایفا می‌کنند، تو رقابت‌های بازاری گرفته تا کسب قدرت‌ها و پیشبرد سیاست‌ها، اعمال سیاست‌ها، اینا را در رابطه با ترکمن و ترکمن صحرا و جمهوری ترکمنستان توی مقطع با هم هست. بنابراین من اینو دو قسمت میکنم. یک قسمت با اجازهتون من دوره استعمار میگم، نمیگم استعمار کهن یا استعمار نو، که هنوز سرزمین ترکمن صحرا تقسیم نشده و تحت سیاست‌های استعماری پروژه ها و نقشه ها، برنامه ها، پلان های مختلفی در مناطق مختلف که ما زندگی میکنیم در اطرافمون پیش میره و میرسه به منطقه ما. من اینو یه مقدار صحبت میکنم. قبل از هر چیز میخوام دوستان دقت کنن، من اعتقاد دارم که بخش اعظمی از عوامل اساسی با بلوچ و غیر بلوچ در ایران، ترکمن ها، همه ملیت هایی که در قرن 20 و الان که قرن 21 سال ازش داره میگذره، تقریبا عوامل مشابه و تقریبا عین هم عمل میکنه. به این خاطر از اونجایی که ما در یه منطقه قرار گرفتیم که
اون منطقه اوضاع احوال ملیت هایی که وجود دارند، به خصوص ملیت ترکمن با ملیت بلوچ، من علاقمندم نکات مشترکش رو روش دست بذارم، بیشتر وایستم. اگر دوستان علاقمندن بعداً، چون من به فاصله زمانی مشخص نکردین چه مدت باید صحبت کنم که من بتونم تو این فاصله یه جوری تنظیم کنم صحبت ها رو. به هر حال لطفاً در نظر بگیرین ما در ساحل شرقی دریای خزر قرار میگیریم. من هر وقت از من اروپا از وقتی که اومدم ازم میپرسن کدوم منطقه هستی، بهشون میگم من از منطقه آسیای میانه هستم. بعد ازم میپرسن این آسیای میانه همون خاورمیانه است؟ میگم نه، خیلی فاصله داره. بعد تا میگم کاسپین، دریای کاسپین، بلا فاصله میفهمم. بعد میگم بخش غربیش دریای چیز خزر قفقاز، بخش شرقیش آسیای میانه است، بلا فاصله همه میفهمن. یعنی 199 اینو بلا فاصله میفهمن. به هر حال این نامی است که از سال 1925 به اینور به اینجا دادن. تا سال 1924 اینجا اسمش بود، در زمان بعد از انقلاب اکتبر و شکلگیری شوروی، اتحاد جماهیر شوروی یا جمهوری های شوروی، اسمش شد جمهوری خودمختار ترکستان. بعد تقسیم شد در سال اکتبر 1924 به دو جمهوری، ترکمنستان و ازبکستان، بعد جمهوری تاجیکستان، بعد قرقیزستان و آخری قزاقستان. 5 جمهوری شد. به هر حال در اونجا 5 جمهوری قرار گرفته. بخشی از آسیای مرکزی میگن، سنترال آسیا میگن. از نظر تقسیمات جهانی از جنبه ژئوپلیتیکی در یه همچین جای قرار میگیره. به هر حال از نظر تعیین سرنوشت، یعنی شکلگیری سرنوشت ما در این منطقه، مهمترین مسئله آغاز حرکت نیروهای سرکوبگر استعمار هست. از 1873 تابستان تو ژوئیه شروع میشه. از شمال ترکمنستان، جمهوری ترکمنستان امروز قسمت شمالیش جمهوری قزاقستانه، از قزاقستان وارد میشن و هم از طریق دریای خزر نیروهای استعماری. در اینجا هر کس بخواد چیزی مطالعه کنه، من میتونم منابعی بدم که شاید به دردشون بخوره. من حالا بهشون میگم، اطلاع میدم به دوستانی که در سایت هستن، ببخشید در اتاق هستن. بعد خصوص اگه انگلیسی بدونن منابعی هست که بسیار کمک میکنه، هم با تاریخ و تاریخچه ترکمن‌ها و هم با شیوه یا متد، یعنی از نظر متد شناسی چگونگی اعمال استعمار بخواید فرقاش در رابطه با کشور منطقه خودتون و منطقه ما با هم مقایسه کنین. اینا مثلا نیروهای استعماری اونجا چگونه با هم چیز میکنن، تشابه دارن، چه توافقاتی دارن، چه اختلافاتی دارن. اینا به هر حال در عرصه جهانی با هم رقابت دارن، هم همکاری دارن. این نقطه رو بسیار حائز اهمیته. آدم اگه به اینجا نرسیده باشه تو قضاوت نمیتونه قضاوت واقعی علمی داشته باشه. به هر حال در تمام این مدت به اصطلاح یک تحول ژئوپلیتیکی بزرگی صورت میگیره. بخش شمالی ترکمنستان اون موقع یک حکومتی بوده به نام حکومت خان خیوه، یک کمی جنوبتر امیر بخارا. هر دوتای اینا را حکومت دولت پادشاهی روسیه که به روسی تزار میگن، تزار روسیه، هیچ کدوم رو از بین نمیبره، منتها به طور مستقیم دست نشانده خودش میکنه. ولی یک چیزی هست در اونجا، هر که مطالعه میکنه به اینجا میرسه که چندین گروه اتنیکی وجود داره از نظر اتنوگرافی، ولی به مدت 10 روز بدون که وایستن فقط ترکمن کوچی میکنن. برای هر کی سوال هست که چرا این کارو میکنن، من نمیخوام رو این زیاد بمونم، چون ما باید جلوتر بیاییم، از این گذر بکنیم به جنگ اول جهانی برسیم. به هر حال از 1873 این 10 روز ترکمن‌کوچی تنها نیست. خانه را آتش میزنن، اموال رو غارت میکنن،
و مزاره را آتش میزنن، هرچه اندوخته برای آینده، برای زمستانشون و هر چیزشون دارن نابود میکنن. میخوان به هر قیمتی شده یه ضربه سنگین بزنن که در آینده اینا نتونن هیچ نوع مقاومتی در برابر اونا داشته باشن. یک بار دیگه من مطرح میکنم که این سوال با آدم دست میده که برای چی در اینجا 4-5 تا گروه اتنیکی هست، قومیت هست، یا هیچ کدوم اینا کار ندارن، فقط ترکمن‌ها را اینجوری میکنن. به هر حال این خودش به عنوان یک سوال همینجور بمونه. اینو ادامه بدیم. میرسیم به مرحله بعد در منطقه مرکزی که امروزه پایتخت ترکمنستان تو اون استان قرار داره. در سال 1879 باز نیروی نظامی برای سرکوب میاد و جنگ شروع میشه. این جنگ تا 12 ژانویه 1881 یعنی نزدیک به 3 سال طول میکشه. تو این مدت در اواخر 1879 و اوایل 1880 ارتش روسیه شکست میخوره. این اولین بار چه در منطقه قفقاز و چه در منطقه آسیای میانه هرگز این ارتش شکست نخورده و چطور میشه از یک قبیله ترکمن تو اون منطقه شکست میخوره. کار به اون ندارم، فقط خواستم دقتتون جلب کنم. این مسئله برای روسیه جنبه حیثیتی پیدا میکنه. در تمام روزنامه ها، مطبوعات غرب این سوال مطرح میشه و روسیه با یک عزم بسیار قوی‌تر حرکت میکنه و در تاریخ 12 ژانویه 1881 موفق میشه تو منطقه به نام گوکتپه ترکمن‌ها را شکست بده. یک هفته بعدش از تهران هیئتی طرف پادشاه روسیه میره و این هیئت ضمن تبریک مطرح میکنه که ما از اونجایی که در این پیروزی برای شما کمک کردیم، از شما انتظار داریم که برای اینکه همسایه خوبی بشیم پیشنهاد ما را بپذیرین، بخشی از اراضی تصرفی خودتون رو به ما واگذار کنید. پادشاه روسیه از رودخانه اطرف جنوب رو میپذیره که به ایران واگذار کنه. به دنبال این پذیرش چند ماه بعد قرارداد امضا میشه که معروف به قرارداد عهدنامه آخال هست. ما در نظر بگیرین در تاریخ ایران در غرب دریای خزر 2 تا عهدنامه هست، 2 تا کنوانسیون هست. یکی گلستان، دومی ترکمنچای. در شرق دریای خزر یک دونه عهدنامه هست به نام عهدنامه یا قرارداد آخال هست. طبق این قرارداد سرزمین ترکمن 2 قسمت میشه. بخش جنوبیش که امروز در ایران ترکمن صحرا گفته میشه جزو ایران میشه، ولی از اونجایی که ایران نمیتونه اعمال حاکمیت بکنه، روسیه میپذیره واحدهای ارتش در اونجا نگه داره و تحت کنترل باشه تا ترکمن‌ها موفق نشن یه دولتی تشکیل بدن. در این فاصله خب این کار صورت میگیره، ولی در 1916 در سطح جهان یه جنگی صورت میگیره به نام جنگ جهانی اول. خیلی عذر میخوام، از 1914 شروع میشه تا 1918. ولی در 1916 ارتش روسیه به بخش جنوبی که در دستش بوده به علت اینکه در روسیه قحطی صورت میگیره و در دوران جنگ وضعیت خیلی به فلاکتبار پیش میاد، لشکرکشی میکنه و اموال زیادی از ترکمن صحرا که امروز گفته میشه یا ترکمنستان ایران غارت میکنن، میبرن و کشتار صورت میگیره. ولی تا به امروز نه حکومت مرکزی ایران تهران و نه هیچ گروه سیاسی اجتماعی ایران این که بعد از قرارداد 1881 اینجا مال ایران شده چرا اون تجاوز کرده و باید بهش اعتراض بکنه، تا حالا هیچ
یک بار هم اعتراض صورت نگرفته، نه از طرف دولت قاجار، نه از طرف دولت پهلوی، نه از طرف دولت جمهوری اسلامی که به چه حقی وارد مرز ایران شده، مردم این قسمت رو کشتار کرده، نزدیک به 500,000 آدم کشته میشه با مقاومت ترکمن‌ها در مقابل ارتش روسیه. ولی میبینین که با شکست ترکمن‌ها دولت ایران تبریکنامه میده، هیئت تبریک اعزام میکنه. به هر حال برخلاف اون منطقه غرب خزر که میگن ما به اجبار مجبور شدیم قفقاز را به روسیه واگذار کنیم، در بخش شرق دریای خزر دولت ایران ادعا میکنه که با شما در این شکست دادن ترکمن‌ها کمک کردیم، همکاری کردیم، حالا به ما سهم بدید. یعنی این بخش کلان در جنوب این قسمت بعد از رودخانه اترک قرار گرفته و امروزه در ایران به نام ترکمن صحرا شناخته میشه یا سکونتگاه ترکمن‌ها. این منطقه ما الان صحبت اصلیمون از اینجا، از این به بعد وارد این قسمت خواهد شد که با وجود اینکه قرارداد بسته جز مال ایران باشه و ایران تاکنون هیچ کدوم از دولتاش، هیچ کدوم از احزابش، هیچ کدوم از گروه‌های اجتماعی، نیروهای اصطلاح مترقی و روشنفکر و غیره اینا، این که یک همچین تجاوزی صورت گرفته و این باید محکوم بشه، این همه کشتار باید محکوم بشه، هیچ کس همچین کاری تا به حال نکرده. بگذاریم من خواستم این نقطه دقتتون رو جلب کنم. در 1917 اوایل 1917 در ماه فوریه در روسیه انقلاب صورت میگیره، حکومت پادشاهی سرنگون میشه. چند ماه بعد، یعنی از فوریه تا اکتبر ماه دهم، ماه دوم تا ماه دهم 8 ماه بعد یک انقلاب دیگه ای صورت میگیره. از اونایی که حکومت را به دست گرفتن یک حزبی به نام حزب بولشویک روسیه که یک حزب سوسیال دموکرات است که اینا انشاء کردن، یک بخش بولشویک یک بخش منشویک، یعنی اقلیت و اکثریت، حکومت را در روسیه به دست میگیره. اینا یک نیروی ایدئولوژیک بودن، نیروی چپ بودن، خود را مارکسیست لنینیست میدونستن و بنابراین بر اساس این به دنیا، در سطح دنیا به کاپیتالیسم یعنی به سرمایه‌داران جهان اعلام جنگ میدن و این باعث میشه که در به اصطلاح اونجایی که در مرزهای شناخته شده بوده این حکومتی شکل بگیره به نام حکومت شامل 15 جمهوریه به نام اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی. این واقعه نه تنها در ترکمن صحرا، در تمام نقاط دنیا از جمله ایران و اطراف این منطقه به طور مستقیم تاثیر بسیار بزرگی میگذاره. به طور مثال بخشی از نیروهای مخالف این گروه از 2 سال جنگ داخلی موفق نشده، شکست خورده بودن، از اونایی که از طرف شرق دریای خزر طرف ایران میگریزن وارد ترکمن صحرا میشه. یه بخشی هم از غرب دریای خزر فرار میکنن میان به طرف ایران که اون موقع میگفتن جنگ بین سرخ‌ها و سفیدها. سرخ‌ها اینا هستن که به اصطلاح حکومت جدید کمونیستی تشکیل دادن، سوسیالیستی. سفیدها کسایی هستن که یا طرفداران شاه هستن یا طرفداران اصطلاح هر نیروی لیبرالی هستند، دموکراتی هستند. اینا هر حال مخالف حکومت به اصطلاح طبقه کارگر هستند. اینا به اصطلاح از اون ور فرار میکنن. اینا همراه خودشون تمام گفتمان ها، دیالوگ هایی که در بین طرفداران و مخالفین صورت میگرفته منتقل میشه به ترکمن صحرا و هم به بخش آذربایجان ایران و در این دو منطقه آشنایی گسترده‌ای با ایدئولوژی این نیروی جدید که معتقده که یک نیروی جهانی هست، انترناسیونال چهارم، انترناسیونال کمونیستی، به اصطلاح حزب سوسیال دموکراسی که خودشو از سوسیال دموکراسی جدا میکنه
و به اصطلاح معتقد هست که در سطح دنیا میخواد طبقه کارگر حاکمیت بگیره و بازار را به دست بگیره و سرمایه‌داری را نابود کنه و بتونه عامل جنگ و جدل و استثمار و استعمار به اصطلاح خلق‌ها، ملت‌ها، گروه‌های اجتماعی را به این طریق از بین ببره. خب من کاری با بقیه چیزاش ندارم، فقط اون چه که در ترکمنستان چه پیش اومد میخوام براتون صحبت کنم. این حکومت که سال اکتبر 1917 حاکم میشه بر روسیه، در 1918 در ماه مه اعلام میکنه که ارتش روسیه از خارج از مرزهای شناخته شده نباید بمونه، همه باید برگرده. این مسئله باعث میشه که ترکمنستان از نیروهای روسیه تخلیه بشه و این خلأ قدرتی که به وجود میاد بلافاصله ترکمنها جمع میشن و یک کنگره میگذارن و ادامه این کنگره میرسه به کنگره 1919 4 مارس تشکیل دولت میده. ولی از اونجایی که دیگه مرز وجود داره و نمیتونن اون پشت به اصطلاح اون براشون خالی باشه، به این میرسن که باید با دولت ایران کنار بیان. و دولت ایران هم اون موقع بعد از انقلاب مشروطیت بوده، قانون اساسی داشته و این قانون اساسی انجمن ایالتی ولایتی یه ماده بوده که ترکمن‌ها میگن که ما از اون باید استفاده بکنیم. به هر حال این توافق حاصل میشه و در 2 دسته میشن. در 1924 دسته‌ای که مخالف این توافق بودن تشکیل جمهوری ترکمنستان ایران رو میدن. 1924 20 ماه مه برابر با 30 اردیبهشت 1304 هست. میبخشید 1303 هست. به هر حال اینا که یه همچین دولتی تشکیل میدن، رئیس جمهور تعیین میکنن با 10 تا وزیر که هم مشاور رئیس جمهور هم وزیر هستن. اینا سال 1925 شکست میخورن، برای اینکه در ایران 1921 رضا شاه کودتا میکنه و مجلس رو به دست میگیره، دیگه نمایندای مردم نمیذاره، فقط افراد خودش میگذاره و هر قانونی هم که وضع میشه به جای اینکه نمایندای مردم قانون وضع کنن، به نمایندای رضا شاه قانون وضع کنن. و این مقاومت ترکمنها هم اون بخش که به اصطلاح با این چیز مخالفت میکنن، چون رضا شاه میخواد این حکومت محلی استفاده از چیز انجمن ایالتی ولایتی قانون اساسی پایان داده بشه، اینا معتقد به مقاومت هستن ولی شکست میخورن. حالا میاییم سال 1925 ترکمنستان شروع میشه به اشغال شدن و بدین ترتیب یک مرحله جدیدی در حیات ترکمنهای ایران شروع میشه. از یک طرف در دنیا 2 قطب میشه، یک قطب حکومت سوسیالیستیه، یک قطب حکومت‌های سرمایه‌داری انگلستان، فرانسه و کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته دیگه در دنیا و رقابت‌های اینا شروع میشه. این برای ما ترکمنستان چه حالتی پیش میاد؟ ترکمنستان یه شهری داشته در ساحل، در بخش شرقی دریای خزر، بزرگترین شهر این منطقه از بالا تا پایین بوده. یعنی از روسیه که پایین می اومدید این دروازه آسیای میانه می‌بسته. از اونجایی که حکومت شوروی و اون زمان استالین مرز کامل بسته میشه و هم دریا، دیگه تجارت با دریا بسته میشه. هر نوع تجارت چه از خشکی چه از دریا بسته میشه و نزدیک شدن به مرز ممنوع میشه. و در اینجا هست که ترکمن‌ها مجبور میشن از اونجا کوچ کنن و رضا شاه میاد شهر گرگان را که بعد از اومدن عرب‌ها شهر جرجان شده بوده، اسم یک
2 کیلومتر 1 کیلومتر نیم اونورتر یه شهرک میسازه به نام گنبد قابوس، اون مرکز شهر میکنه. از اینجا به بعد از هر جای ترکمن‌صحرا اونایی که ضربه اقتصادی میخورن و دیگه نمیتونن اونجا زندگی بکنن پا میشن میرن اونجا و اونجا به سرعت تبدیل به یک شهر میشه. منتها اسمش هست از این به بعد به جای گرگان گنبد قابوس. رضا شاه اسم گرگان را میاره به شهر به نام استراباد که فارس نشینه اونجا میگذاره و اسم ترکمن‌صحرا را میگذاره دشت گرگان. و چه سالی هست؟ 1315-16 است. چندین شهر اسمش عوض میکنه. من نمیخوام تو این جزئیات برم، میخوام بگم که چجوری ترکمن زدایی میکنه. تمام مدارس ترکمنی رو میدن، فقط میاد امتحان میگیره اونایی که به اصطلاح از اونا یه تعداد تعیین میکنه که اینا 2 سال تو مدارس دولتی برن، بعد بهشون دوره ابتدایی یعنی 6 کلاسه تمام کرده به اینا چیز بدن، کارنامه بدن. بعد واسه یک تدابیر گسترده‌ای در راه به اصطلاح ایجاد مدارس زبان فارسی خواست میکنه. بعد در تهران یک دارالتربیه ایجاد میکنه که برای عنوان شبانه روزی برای بچه‌هایی که ترکمنی که تو این منطقه دایره تمام کردن بیان تو تهران. یه مدارسی هست به نام مدارس نظامی که در اونجا به اصطلاح شبانه روزی هست و همه با اونیفرم که برای بعد از تحصیل بتونن وارد مثلا دانشکده افسری بشن یا مثلا دوره‌های گروپوانه اینا طی بکنن. به این طریق ترکمن‌صحرا یک ارتباطی با تهران برگزار میشه، پایتخت ایران. ولی اون چه که نقش اینجا ایفا میکنه رضا شاه با کمک آلمانی ها، در واقع این نقشه آلمانی ها است که خط راهن کشیده میشه از بندر ترکمن از نزدیک دریای خزر که یه شهر بندری ترکمن‌صحرا است به تهران و این از 1308 شروع به کار میکنه و این ترکمن ها را مستقیم وصل میکنه. بعد تو بندر ترکمن یک هنرستان باز میشه که برای کارخانه تولید و تعمیر واگن که 3 تا آلمانیا به ایران تحویل میدن، یکیش در بندر ترکمن مستقر میشه. اینا این آموزش به اصطلاح در اونجا ترتیب میدن و اینا در مجموع باعث میشه که ارتباط ترکمن ها، چه اونایی که تاجر هستن تجارت میکنن، با تهران گسترش پیدا میکنه، چه برای اونایی که میخوان تحصیل بکنن. چون خب دانشگاه تهران هم همونجور که اطلاع دارین از سال 1314 بعد دانشگاه تهران چیز میشه و از اون ور تمام فارغ التحصیلای دوره متوسط ترکمن‌صحرا میتونن وارد دانشگاه بشن. به هر حال منظور این هست که ترکمن‌صحرا یک ارتباط مستقیم با مرکز پیدا میکنه و تحصیلات دانشگاهی و از اینجا با گروه‌های چپ در ایران تازگی شکل میگیرن با اینها ارتباط مستقیم برقرار میشه. اولین گروه‌های چپ در ایران به اصطلاح دستگیر میشن، معروف 53 نفر هستن. اون در سال 1316 که رضا شاه اسم ترکمن‌صحرا را میگذاره دشت گرگان و مرکز را هم شهر فارس نشین استراباد که اسمش تغییر داده به گرگان ایجاد میکنه. از اینجا به بعد است که ترکمن ها باش به مخالفت برمیخیزن، شروع به مقاومت میکنن، درگیری ها شروع میشه و دستگیری ها هم شروع میشه. در سال 1316 تعداد زیادی از ترکمن ها از جمله اونایی که در تهران تحصیل میکردن همه را دستگیر میکنن. از این تعداد 2 نفر اعدام میشه، بقیه بسیار 2 دسته میشن. اینا هم یه بخشی مرام اشتراکی میپذیرن به خاطر اینکه مرام اشتراکی تا 10 سال زندانی داشته، میخواستن مطمئن بشن که مثلا اعدام نشن و یه تعداد میپذیرن یه تعداد نمیپذیرن. حالا اینا ماجراهایی است که به این شکل ارتباط مستقیم با حکومت مرکزی و به علاوه رضا شاه تمام ترکمن‌صحرا را به عنوان اموال شخصیش تو مجلس وادار میکنه که به عنوان ترکمن‌صحرا اموال شخصیش باشه و اداره اینو از دولت مرکزی جدا میکنه، میده به دست اداره املاک پهلوی.